چقدر در مورد قهوه میدونی؟ قهوه یکی از پرمصرف‌ترین نوشیدنی‌های دنیاست و فایده‌های زیادی برای سلامتی داره و برای خیلی از ماها مثل یه معجزه‌گر میمونه. البته به شرطی که درست مصرف بشه. مهمترین فایده‌های اون رو با هم مرور می‌کنیم. بهبود تمرکز و حافظه. کافئین میتونه باعث افزایش تمرکز و حافظه کوتاه مدت شده و به یادگیری کمک کنه. وقتی خسته یا چشات سنگین شده، یه فنجون قهوه میتونه حسابی سر حالت کنه. کافئینش باعث میشه تمرکزت بره بالا و کمتر احساس خواب آلودگی بکنی. برای سلامت قلب و مغز مفید هست. مطالعات نشون دادن که مصرف منظم و معتدل قهوه میتونه خطر نارسایی قلبی و سکته مغزی رو کم کنه، به تنظیم فشار خون کمک میکنه، به بهبود جریان خون و اکسیژن رسانی به بافتا کمک میکنه، احتمال دیابت رو کم میکنه. قهوه ترکیباتی داره که حساسیت سلول‌ها به انسولین رو افزایش میده و خطر دیابت نوع 2 رو تا حدود 20 تا 30% کم میکنه. قهوه یکی از غنی‌ترین منابع آنتی اکسیدان هاست که به مبارزه با رادیکال‌های آزاد کمک میکنه. آنتی اکسیدان ها با پیری زودرس و بیماری ها می جنگن. خلاصه یه جورایی نوشیدنی ضد پیریه و بهتره که در رژیم غذایی روزانمون وجود داشته باشه. کم کردن خطر ابتلا به بیماری‌های عصبی و کاهش خطر افسردگی. تحقیقات نشون دادن که مصرف منظم قهوه میتونه افسردگی رو کم کنه و خطر بیماری‌های مثل آلزایمر و پارکینسون رو کاهش بده. تقویت متابولیسم. قهوه میتونه به چربی سوزی و سوخت و ساز بدن کمک کنه. کافئین باعث میشه بدنت سریعتر کالری بسوزونه. به خاطر همین در بیشتر مکمل‌های چربی سوز از کافئین استفاده میشه. به گوارش کمک میکنه. قهوه باعث تحریک حرکات روده میشه و میتونه به گوارش و درمان یبوست‌های خفیف کمک کنه. نوع اشتباه خطرناک در خوردن قهوه که میتونه برات ضرر داشته باشه. قهوه رو با شکم خالی میخوری. وقتی که شکمت خالیه و قهوه میخوری، اسید معده زیاد میشه و باعث سوزش، ترش کردن و حتی زخم معده میشه. بهتر قهوه رو 30 تا 60 دقیقه بعد از صبحونه بخوری. قهوه رو با شکر زیاد یا خامه میخوری. شکر زیاد و خامه قهوه رو از یک نوشیدنی سالم تبدیل میکنه به یک بمب کالری و قند. بهتر از شکر کم یا شیر بدون چربی استفاده کنی. زیاد قهوه میخوری. مصرف زیاد قهوه در روز میتونه باعث اضطراب، تپش قلب، بیخوابی و وابستگی به کافئین بشه. روزی 2 تا 3 فنجون کافیه، نه بیشتر. آخر شب قهوه مینوشی. کافئین 6 تا 8 ساعت در بدن فعال میمونه و خواب عمیق رو مختل میکنه. از عصر به بعد دیگه قهوه نخور. قهوه رو جای آب میخوری. قهوه خاصیت ادرارآور داره، یعنی بدنت آب از دست میده، باعث کم آبی بدنت میشه. یادت نره کنار قهوه حتما آب هم بخور. قهوه بی‌کیفیت و مونده میخوری. قهوه بی‌کیفیت و مونده طعم و عطر اصلی قهوه رو نداره. قهوه‌های ارزون و بی‌کیفیت ممکنه حاوی مواد شیمیایی و آفت‌کش‌ها باشن که برای سلامتی مضر هستن. اضافه کردن افزودنی‌های مصنوعی. بعضی از طعم‌دهنده‌ها یا پودرهای آماده قهوه روغن‌های هیدروژنه، رنگ، مواد نگهدارنده دارند که برای بدن خوب نیست. از طعم‌دهنده‌های مانند دارچین، هل، وانیل استفاده کن. فکر می‌کنی قهوه همیشه انرژی میده؟ اگه مدام قهوه بخوری بدنت بهش عادت میکنه و دیگه تأثیری نداره. بعدش بدون قهوه سرت درد میگیره و بیحال میشی. بعضی روزا به بدنت استراحت بده و قهوه نخور. تفاوت بدنها رو نادیده نگیر. بعضی از افراد نسبت به کافئین حساس‌ترن، دچار اضطراب، لرزش یا سردرد میشن. دقت کن مقدار قهوه رو با توجه به واکنش بدنت تنظیم کن. اگه قهوه رو درست و به موقع مصرف کنی، میتونه یه نوشیدنی مفید و دلچسب برات باشه. ممنون از نگاه زیباتون.